رفیقان یک نظر سازید سوی شهری نو بینگرید بر باغ‌های و بوستان شهری نو یک طرف انسامبل نسیم قره‌طاق در احیا نمودن سرود و رقص‌هایی که ماهیت تاریخی دارند نقش بارز می‌گذارد و اعضایان دسته پیوسته پی جستجویند. آنها همیشه بران می‌کوشند که میان مردم بیشتر کار برند و از ایجادات خلق آگاهی پیدا نمایند و در برآمدهایشان از آنها استفاده نمایند. طی چند سال فعالیتش این دسته توانسته است که میان مردم محلی جایگاه خود را پیدا نماید. دهقانش خانه آباد است هم مهمان نواز دهقانش خانه آباد است و هم مهمان نواز یک شب بگردی اگر تو مهمان شهری نو یک شب بگردی اگر تو مهمان شهری نو در قره‌طاقش روی بینی هنرهای عجیب در قره‌طاقش روی بینی هنرهای عجیب تاج زرین ابری رنگین بین کلال شهری نو تاج زرین ابری رنگین بین کلال شهری نو ای رفیقان یک نظر سازید سوی شهری نو بینگرید بر باغ‌های و بوستان شهری نو بینگرید بر باغ‌های و بوستان شهری نو بینگرید بر باغ‌های و بوستان شهری نو. انسامبل فولکلوری نسیم قره‌طاق سال 2004 تأسیس یافت. من در این انسامبل همچون راهبر کار میکردم. از سال 2000 اینجا کار کرده استودم. انسامبل ما خود فعالیت بود اول خود فعالیت بود، بعد با قرار حکومت ناحیه تأسیس یافته زیاده از 22 نفر اشتراکچیان کار میکردن. حالا 12 نفر کار میکنن، قریب 8 تا مرد زنها 8 نفر و 4 تا مردها 12 نفر فعالیت و کار داریم. اصلا امین از قره‌طاق اومدیم، سینه بداغ اومدیم، سینه بداغ چی باشد یا سراغ اومدیم. یکم سرود از قره‌طاق اومدیم رفتگی بود. بعد سرود عبدالله جان خوسه قیماق گردی کاسه عبدالله جان خوب کرده از روش به مهتاب کرده است. عبدالله جان گل بودی مثال بلبل بودی. من همین سرودهای مهان هجویه های همیشه برآمد کرده بودیم. زیاده از 10 تا سرود و آهنگ های نو گذاشتگی بودیم. همون که ما برآمد کرده راستیگه برآمدیم صحنه برآمدیم مایده من همین خیلی آسته حاضر تمام جمهور ما میشناسد، همه میشناسن. انسامبل ما حرمت و احترام میکنن. در آینده میخواهم که با همین خیلی حرمت و احترام ما پراکنده نشود. با همین جوانان خواهش میکنم که من همین اومده اشتراک کنن. انا یکم خیلی بای نیست مثال مقصد که بیاین. من هم زنهای کلان سال خورده با آنها کمک میکنیم، یاردم میکنیم که با ما اشتراک کنن. همین انسامبل فولکلوری از بین نرود. خلاصه در انسامبل بیاید بانوای چهره خندان هستند، بانوای صحنه زیب هستند که در طول 4 ماه فعالیتی که امروز من در این انسامبل دارم در تمام شورابینی‌های ناحیوی و جمهوریوی فعالیت کرده استودم. چنین بینید رقص‌های 4 ضرب در اینجا وجود دارد، رقص‌های یکه اینچنین وجود دارد. اون چاره‌بینی‌هایی که امروز از طرف وزارت فرهنگ می شود یا که از طرف رهبریت حکومت ناحیه می شود، ما در همین چاره‌بینی‌ها پیشکی آماده دیده همون رقص‌ها و سرودها رو پیشنهاد می‌نماییم. انسامبل خودش انسامبل اتنوگرافی می باشد. این بسیار ترگی در بین خلق می باشد. سرودهای ما بسیار ترگی از سرودهای قدیمه خلق را از بین مردم و کافته یافته همین ها رو آهنگ میمانیم با وای در آورده، بعد همین خیلی در بین خلق مردم برآمد میکنیم. نیوز و بیبی رجب از زمان تأسیس انسامبل در دسته فعالیت دارد. حالا نوبسته از آن که در نفقه قرار دارد همه روزه آمده با اعضایان دسته بهر پیشرفت انسامبل فعالیت می نماید و سهمش را در رشد فولکلوری تاجیک می گذارد.
راستگاه من از جوانی خودم صنعت رو دوست می داشتم. در خانه کم کم زمزمه می کردم، کار به خانه بم سرود می خوندم. بعد مایده مایده همین حسی همین وای زیاد شد و من راستگاه در بیمارخانه همچون مدیر شعبه کادرها کار می کردم. بعد تویها می رفتم، هر روز من تویها به تکلیف می کردن می رفتم. بعد آیسته آیسته به شعبه فرهنگ ناحیه به کار در آمدم. با کریم نظرف تکلیف کردن بیاید یک جای کار کنیم. اپا گفته بعد همون سال اینجا آمدیم کار کردیم. گروه فعالیتی نظر از دارد و پیوسته در چورابینی ها و محفل های منطقوی و جمهوریوی اشتراک می‌ورزد. آنها کوشش می‌نمایند که در هر یک چورابینی با دستاویز نوی اشتراک نمایند تا بیننده تواند غذای معنوی گیرد. خالی لبی دختر بدن دون نخیر از بهرکی نازنین چی جونا کنده ما از بهرکی نازنین چی جونا کنده ما. چورابینی دولتی اند در نوروزها در چورابینی ها من جشن‌های استقلالیت، جشن‌های وحدت، در همه فستیوال آزمون ها اشتراک میکنیم. چی چورابینی که در شهر دوشنبه میشد من عیدها میگذرونن تکلیف میکنن، ما البته با پورگی رفته اشتراک میکنیم در شهر دوشنبه. حتی حالا همین انسامبل راستگاه نمیخوایم که پراکنده شود. در آماده نمودن سرودها دسته با شاعران همکاری میکند، اما بیشتر از ایجادیات دهانی خلق استفاده می نمایند. بعد از پیدا نمودن متن آنها وابسته به هر یک سخنی که در سرود سراییده می شود حرکت های خاص را به صحنه می گذارند. بعضی وقت می شود که من مراجعت میکنیم می نویسن از همون سرودهای میگیریم برآمد میکنیم. بسیار وقت می شود که من از کتاب ها میگیریم، کتاب های فولکلوری تاجیک هستند، از همونجا میگیریم کتاب های بسیار ترگی. من گفتم که عبیدالله جان یاردم میکنن ما به سرودهای آهنگ های همیشه. بعد ما تیار کرده صحنه به میگذاریم. همه سمت پیشروی را طلب می نماید و مسئولین پیوسته بر آن می کوشند که کادرهای جوان را بیشتر تربیت نمایند تا در آینده آنها توانند فعالیت انسامبل را پیش برند. انسامبل نسیم قره‌طوق نیز همین اقدام را پیشه نموده است و حالا در دسته جوانان زیادی فعالیت دارند که این از صنعت دوستی هر یک آنها درک می دهد. از صف جوانان گرفته من از چندین نفر دخترها جوانها که منازی کار کرده ایستادن. خلاصه من نمیخوام که مثلا همه انسامبل پراکنده شود. بعد از ما هم من در نفقه باشم هم در نیم بس کار کرده ایستادم همچون متخصص. نکن باوری کامل دارم که سلامت خان حاجی مراد و این انسامبل را تا آخر میبرند، با صف جوانان رو جمع میکنند. خواهشمندا بسیار هستند. من بعضی وقتا میشد مکتب ها با میریم مراجعت میکنیم، بعد دخترای جیغ میزنیم میبیان هستند در صف ما. دو تا جوان دختر که شوهراشون خودشون اجازه دادن که اگر مثال که نزد همون اپای بی رجب باشد مرحمت اجازه رفتن گیرید. شکر خدا هزار بار که من زیاده قریب از 10 نفر زنها دخترها اشتراک میکنن. جایش میشد که هم رقص میکنن هم سرود میخوانن، با جای عوض میکنن، با دیگر دخترها سرود میخوانن رقص میکنن. در این انسامبل همین هنر رو دارد، هم سرود میخوانن هم رقص میکنن. ما خرج در بین زنها بسیار میگردیم در توی معرکه ها
میبینیم که کنی کدام زنها همین خیر هنر رو دارن، هنری رقص کنی یا هنری سرودخوانی رو دارن، همه ها رو تکلیف میکنیم که با انسامبل ما با کار آیند. رقص ها و سرودهایی که خاصی فولکلور و اتنوگرافیا می باشند خیلی زیادند، اما دسترس نمودن آنها مشکل است، زیرا داننده اساسی آنها خلق است و به خصوص کلانسالان. از همین خاطر امروزها اعضایان دسته بران میکوشند که بیشتر با اهالی کار کنند و از ایجادیات دهانی خلق بهره کردند. پیش از همه با انسامبل اتنوگرافی نسیم قراتوق که آوازدار است، ما با همراهی دیرکتری امیر روبری انسامبل هم صحبت شده. انا آمادگی خود را به سفر دهات ها داریم که در آنجا سرودهای کهن که قدیمی است و رقص های قدیمی که در آنجا در محل ها هستند، ما با همون شخصایی که کهن هستند با همون ها هم صحبت شده استودیم. انا میخوایم که از هوای سرودهای قدیمی یا که رقصهای قدیمی را همکاری کرده استودیم و امروز ما نصیب کرده باشد در آینده همین رقصهای قدیمی، سرودهای قدیمی را در انسامبل جاری کردن هستیم. ایجادیات خلق از خلق میگیریم و از من بابای بیبی های از هر کجا جمع کرده همین سرودها را نس نشود. همین تاریخ پیدایش همین اساسی انسامبل از خلق گرفته می شود و نمیخوایم که همین انها گم شود. برای همین ما همین تا حالا کار کرده استودیم در همین انسامبل. حاضر من همچون متخصص کار کرده استودم. حالا من این راهبری انسامبل را به سلامت خان حاجی مراد و واگذار شد. حاضر این کس کار میکنن. راستی گپ ما همین بین یکدیگر نشسته همکاری میکنیم، سرودها رو ایجاد میکنیم. بعض من با عبیدالله کرامت چقدر به ما یاردم بسیار میرسونن. اون کسا همین خطر بایشان بسیار که همین ایجادیاتشون همین تمامی وجودشان صنعت گویم خطا نمیکنیم. با ما همکاری میکنن. بعد همین آهنگ های ساخته میتین، شعرهای یافته میتین، با ما کمک بسیار میرسونن. خودمون آهنگ میسیم اینجا بسیار ترگی با ما اکی ملک مراد بالطرف آهنگ میساختن. بعد اکی عبیدالله حاضر بسیار ترگی آهنگ های ما رو همین عبیدالله کرامت کرده میتین، آهنگ ساخته میتین. مهون سرودهای خلقی را این کس بسیار میداننده، برای همین کس این کس یافته میدهند، مهون اجرا میکنند. یافتن این سرودهای هم آسان نه، بین خلق یافتن یا که سرودهای خلقی رو یافتن دشوار. سرودهای یعنی استراد و یا یافتنش آسان‌تر، لیکن سرودهای خلقی رو یافتنش قیمت‌تر. دسته بر آن نظر است که فعالیت آنها از دستگیری مخلصانشان وابستگی دارد و تا امروز طلبات به رقص‌های فولکلوری میان مردم زیاد است، زیرا آن چیزی که از میان خلق گرفته شده است سفته است و شیرین. دستکاش دستونه سنم برادای خونه، خالی سیاه بری رویش کنجیتی دونه دونه، خالی سیاه بری رویش کنجیتی دونه 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 دونه. خلق ما رو با آن بیشتر قبول میکند که در سرودهای ما شوخی ها هم هست، رقص و بازی هم هست. همه طرف ما رو خلق دستگیری میکند، ما رو با قرصک و با تبسم خوش پیشواز میگیرند. ما روح بلند میشویم. باز در آینده ما کوشش میکنیم که دسته انسامبل رو بسیارتر بقوت کردن، نه در خلق خود خدمت برآمد کنیم. نسیم قراتوق چون دیگر انسامبل ها فعال است، اما دسته کوشش دارد که در آینده برنامه مکمل آماده کند که جالب و دیدنی و برای آیندگان خطیره باشد. برای آماده نمودن یک برنامه مکمل ماها سپری می شود که ما باید این سرود رو آهنگ اندازیم،
رقص با رقص گذاریم. بسیار کوشش ها و زحمت ها رو طلب میکند. کوشش میکنیم هممون باید همین کوشش میکنیم که در کجای یک سرود آهنگ ها هست آورده با یک دیگر صحبت کرده همین رو با آهنگ میگذاریم. رقص های هجوی میانی مردم خیلی شهرت دارند و جذابند. دسته این رقص ها را پیوسته اجرا میکند و غیر از اون که رقص های شوخی آمیز اجرا میگردد، اینچنین سرود ها نیز باید شوخی آمیز باشند. صنعت زیبایی را می‌پرستد و زیبا بودن سرود، آهنگ، رقص و لباس‌های رقصی همین گفته ها را تصدیق می‌نماید. هر یک رقصی که به صحنه گذاشته می‌شود وابسته به موضوعش لباس از جانب استادان رقص انتخاب می‌گردد. همین نازکی را انسامبل نسیم قراتاق همیشه به نظر می‌گیرد. سر لباس رو بسیار ترگی من خودم انتخاب میکنم. انتخاب کرده همین باور کنید من حوزه به ما حکومت ناحیه رو یاردم رسوندند و از طرف من شعبه فرهنگ یاردم کلان میرسونند. ما هر یک چهاربینی به یک لباس نو میکنیم که مثال در هر یک برآمد باید ما علاوه لباس داشته باشیم. قریب 6-8 خیل ما لباس با ما تیار کرده دادگیان میپوشیم. لباس ها رو من خودم انتخاب میکنم. اینا همش من از لباس های نام از وی قراتاق من همینا از زنهای قراتاق دختر شدگی از آنها نیستند، لیکن ما همون هنرهای دست یابی گرفته با هستند دوزنده های یا جوانی که با ما کمک میکنن و از همین متاها با هر خیل من همین سوزنی های دختر میتنده در مهنده کرتامون. از بس که من انسامبلمون نسیم قراتاق نام دارد، من همه لباسمون همین باوی قراتاق باید باشد. من قص قاقا، کرته ها، زرو زیوری که من میکنیم همینا از قدیمه. دستکاش دستونه سنم برادای خونه، دستکاش دستونه سنم برادای خونه. در این رقص ها خنده، خوشبختی، زیبایی، محبت، تبسم و تاریخ نهفته است. تمنای آن رو داریم که این گفته ها حیات هر یک آنها رو رنگ دهد و موفقیت یارشان باشد و توانند که این ژانر صنعت را 100 ساله های دیگر زنده نگه دارند. دستکاش دستونه سنم برادای خونه، دستکاش دستونه سنم برادای خونه. خالی سیاه بری رویش کنجیتی دونه دونه، خالی سیاه